یا کدام خاندانی که علم و عمل میکنن عزیزان من، امروز اکثر انشاءالله ما میشنویم در وقتی که مرکه ها در بعضی جاها گپ میزنن که فلانچی فلانچه سحر کرده، فلانچی فلانچه جادو کرده عزیزان من، یا فلانچی فلانچه گرم کرده. این گرم و خنک هم شرکه. گرم و خنک کردن هم بین میان آدمان عداوت انداختن، یا که بین زن و شوهر. عیناً انشاءالله این مسئله بسیار در بین زن و شوهر شده سوده. اکثر انشاءالله خدا خواهد یعنی سحرگرا سحر میکنن، جادو میکنن. کسی که سحرگر است وی کافر است. اگر امروز انشاءالله افسوس که یعنی حکمای شریعت نیست. اگر حکمای شریعت باشد، جاری باشد، جزای سحرگرا فقط مرگ است، مردن است خلاص عزیزان من. چون که اینا اکثر وقت انشاءالله فقط برای انشاءالله زیان مردم کار میکنن خلاص. خدا نگه دارد. الله سبحانه و تعالی از این سحرگری، از این جادوگری، خدا در سوره انشاءالله بقره آیت انشاءالله خدا خواهد 102 بیان میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. ولیکن میگه شیطان ها کافر شدن و تعلیم میتین مردم ها را به سحر و جادو. از این هاروت ماروت گفتگی یعنی فرشته ها عزیزان من یعنی روی زمین اومده هستن به صورت انسان. وقتی که اومده زندگی کردن خدا را گفتن که این بنده های خودت گناه میکنن، ما فقط طاعت عبادت میکنیم. هاروت ماروت گفتگی فرشته ها را روی زمین خدا فرستوند عزیزان من. با صورت آدم فرسون شو. آخر بعد یک زهره گفتگی دختر عاشق شدن و زنا کردن، چقدر فسادها کردن. الله سبحانه و تعالی امروز در یک چاه یعنی گفتن که خدا گفت جزاتون در کجا بتیم؟ گفت که در همین دنیا ده در چاه هابیل میگد با یعنی ایموی سرشو کشال تا قیامت عذابش میکنه الله. همین دورهای حضرت سلیمان علیه السلام دم من بینید شیاطین ها خدا خواهد چی خدمت حضرت سلیمان علیه السلام هم میکردن دایم. لیکن آدم ها را خدا خواهد چیکار میکردن؟ سحر و جادو میکردن. آدم ها تعلیم میدادن. آدم ها میگفتنش که سحر و جادو ناموز، ما برای فتنه اومده هستیم فرشته ها. نه آموز کافر میشه. لیکن آدم ها می آموختن چیکار میکردن؟ استفاده میبردن. از این جهت انشاءالله چی شدن؟ البته انشاءالله کافر شدن. حضرت علی کرم الله وجهه میگن فالبین سحرگر است و سحرگر باشد کافر است عزیزان من. یعنی فالبین ها هم جورای همینا هستند. فالبین ها هم یعنی سحرگر قطعی یک جای میستن انشاءالله خدا خواهد. کسی که فالبینی میکند و هم کافر است. حکمش موافق شرعی کفر است عزیزانی من. این کسب پرتو از روی کسب زندگی هم نکن، نون هم نخور انشاءالله خدا خواهد. چون که این خدا سبحانه و تعالی چیکارگی از حرام کرده است. یا که انشاءالله سحر و جادو نه انشاءالله خدا خواهد مشغول نشو انشاءالله، چون که ابدی در دوزخ میمونی. ابو موسی رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله که 3 گروه آدما جنت نمیدرایند. 3 گروه آدما جنت نمیدرند عزیزان من. یکیش انشاءالله 3 گروه انشاءالله کی است؟ اینها خدا خواهد. یکیش دائم عرق خورده میگشتگی یعنی شارب الخمر میگنش، کسی که دائم عرق خورده میگرده، حتی که در 1 سال 1 بار خورم، در 10 سال 1 بار خوریم شارب الخمر میشه انشاءالله خدا خواهد. مدمن الخمر میگن یعنی دائم عرق خورده میگشتگی آدم جنت حرامه برای وی. توبه کن انشاءالله خدا خواهد. و از نماز خوان ها بدین گاه ها نماز میخونن، گاه ها در یک مرکه عرق هم میخوردن. لوچی نماز نخون، برای اون عرق خوردنگی خدا خواهد انشاءالله. اسلام هم مسخره نکن، مسخره میشه آورا نشه. از خدا چنگالش خلاص شدن نمیتونی. از چنگال مردم قوم خلاص شدن ممکن نه که الله اگر در چنگالش گیرد حواره نشود. شمشیر خدا
صدا ندارد، بعد از زدن دوا ندارد، کورت میکنه، شرت میکنه، پیست میکنه. خدا قدرت داره اگر به خدا بازی کنی. برای همین خدا خواهد توبه کردی، توبه صادقانه که مستحکم توبه کردی دیگر نگرد، موجیک شه، مردک شه اسلام ده انشاءالله. خدا خواهد بس کردی خدا خواهد تمام. با اگر تکرار کنی خود بلا خیریت میزند. سفر بکنی اگر چزکتر میزند به همین یک عمر میخشیده در یک خونه خواه میره. گریسته بعد داد گفته همه تو بیزار، اتحاد بیزار، زنت بیزار میشه، بچه کچات بیزار میشه. خدا نگه داره، خدا قدرت داره. همین عرق توبه کردی خدا خواهد مستحکمه که رو به خدا بیار، عبادت که خدا خواهد دیگه تکرارش نکی. خونت نه عرق را نتی، عرق نتیش کسنده توی کنی خدا خواهد معویزه هم نکنی لیکن عرق نتی، گناه نکن. شروع خدا خواهد اما شنو نتی ای الله خدا خواهد امیدی ثواب بگی. یک تا عرق دادی 50 میلیون از خودکشی بیکار میشه. الله خیرت هم قبول نمیکنه خدا خواهد، گرده در سرت میزنن همون خیر احسان تا. دویم گروهی که محترم جماعت خدای تعالی خدا خواهد روز قیامت به جنت داخلش نمیکنه، یعنی خیش و تباره ریشتش بریدگی آدم ها. کسام آدمایی که یعنی با اکش گپ نمیزنه، با دادرش خیش تباره نزدیکاش کیه؟ اکا و دادر، امک، تاغا، خاله، امه، جیانا. هم کسا که با انا گم نمیزدگیم فقط جنت نمیدره گرچه نماز خونیم. توبه کن انشاءالله خدا خواهد، برا عذر پرس انشاءالله. توبه کن خیش و تباره دیگر کی در کارتنده؟ همترمی نزدیکت همون خدا خواهد انشاءالله امکت، نزدیکت خالت، نزدیکت امت دیگه کی کتی خیش تباری میکنی؟ آخی این دنیا که مخاو شده یک گذشتن در کامی دنیا ده. این دنیا را با همون زیبش زینتش با همین انسانه مرکه که هیچ کس نیایم خودت بشی اوش دم کرده چی نکنو مرکه وی کی ندر کرده با هم مرکه زیبش کی اکته، زیبش دادرته، زیبش تاغاته، زیبش باباته، زیبش زنکا باشه اچته، امته، خالته، زیبی خدا خواهد زنکه نمینا همینا گفته قوم خدا خواهد چی بسیار میاد تا گفته کس نمیاید. باشیشی 20 شریک داشته ایستی دیگه 80 تا دیگهش حرمتی پدرت، حرمتی اکاد، حرمتی امکت، حرمتی دادرت، حرمتی خالت، زنکا، حرمتی اچت خدا خواهد انشاءالله خونت. اینشون من دیشکه در کار نیستی ناشم. برای همین خشتباره برید نماز تا خدا قبول نمیکنه. یاد نبرار کسی که با خشتبارش گرد نمیزنه خشتبارش در کار نیست. این خشتبار رو همه چیه میدونه عاقبتش این پرستای فقط افپای دنیای خلاص، افشتی ماتریال، افشتی چیز، افشتی زمین، افشتی پول، افشتی دیگر تمام. خدا خواهد مرد زیدا جند زیدا باید خیش میده که مردم دم نیا در کار نیستی، مردم دم در کار نیستی. توبه کردم. این خدای تعالی ما با همین چیز فرسوند. این خدای تعالی بین خودت در یک روز 100 تا گناه میکنی، یک بار در پیشنی تقص نمیزنه که خدا یا میزند بین میتونه خدا قدرت در پیشنی زیناگر خدا خواهد کمپیوتر براده گذشته بیسته خدا خواهد پیشنی تا محکم بسته میگردی او گویم پیشنی یه رب اومده میگوی اترسه این خدا بین گیم که همه ما دینا گیم که اخیر 70 نخل 60 نه یا اخیر 50 نه اومده مو سر سجده دید خدا گفته که بختبر یک بار من ببخشم تو چوش موید دیگر تا نمیبخشی بعد شاید دیگر تری خدا خواهد انشاءالله خیش و تباری نمیکنی. من بگانه مونت خیش و تباری اکای خودت، دادری خودت، خواهری خودت کسی که میبره جا دوزخ هست عزیزی من. از خدا بترس انشاءالله خدا خواهد. در این باره خدا خواهد جمعه دیگر مخصوص صحبت میگذاریم چونکه سعیدان بسیار محساس در خیش و تباری صحبت کنیم. انشاءالله جمعه دیگر نموریم انشاءالله در حق عینا خیش و تباری رشته هاش بریدگی آدمی که نمیبره خدا خواهد انشاءالله چی مکافات و چی جزا است انشاءالله به سهم شما عزیزان خدا خواهد میرسانیم. یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد آدمایی که سحر را تصدیق میکنن، جادو را تصدیق میکنن، فالبینی را تصدیق میکنن، دیگه آدم ها را جا دوزخ هست انشاءالله. نرو پیچی بیا
کارم ندارید یا مثال دختر ما بخشه کشویده تی این بخت الله میکشویه بنده کشویدش نمیتونه یا کار نداخل خود پیشی بخشی چی میره پیشی سحرگر چی میروی باید دستش چی میآید یک مخلوق است بیم دست به هیچی نمیاد همش در دست کی است خالق است انشاءالله الله در دستی است خدا خواهد انشاءالله ما و شما را چیکاری که میکنم خودش میکنه برای اینو همش دروغه در حدیث خوندم برای چی خدا خواهد به کافر شدن چون که 99% گپش دروغه 99%ش و اگر دست میماد همه کارا میکرد طوری می؟ دست بیکن یک دو کنه خدا خواهد کپی اومده خونش نفوره میتونه تو خونش $2 بارونه هم بخشی همش در ویان رسیان در خدا خواهد کور که گشتیه در خونش نه حتی کل دوات کنه خدا خواهد پلیمو هم باشه کشیده گیره زنیک نمیشه کو من هم میدونم بعضی بخشی در رسی خدا خواهد در خونه 70 درست کار که هسته پلی هم افته اثبات چی نمین برای این سورا کی چون که ما شما فقط ضرر انسان را کار میکردیم ده فایده انسان را نه پیامبر اسلام میگه خصلتان لا شیء افضل منهما دو خصلت است که ایوان بهتر خصلت نیست یکیش میگه ان نؤمن بالله و نفع للمسلمین به خدا میگه ایمان آوردن و مسلمانان را فایده رسوندن و دو خصلت است میگه خصلتان لا شیء اخبث منهما از وین بدتر خصلت نیست میگه یکتش میگه یعنی به خدا شرک آوردن و زیان رسوندن به مردم مردم هرگز زیان نرسون عزیزی من باید که فایده رسون باشه انشاءالله خدا خواهد میشه این همشه چی میشه حسد میشه از کینه عداوت میشه خدا خواهد انشاءالله از کینه و حسد و عداوت این چیزا پیدا میشه عزیزانی من نکی کاره رو به الله بیار خدا خواهد انشاءالله از الله پرس همشه الله میکنه خدا خواهد من امروز بختی دخترتا میگم که دخترتا نقص تربیه ندادی تربیهش نکردی خوشلو نخوندیش خوشلو آداب یادش ندادی یا نه طوری می یا کوچان امروز میگردن خدا خواهد انشاءالله همه کور نیست 100 آدم در یک روز دخترتا میبیند 100 آدم یک روز نه بهاش میتیه چی نه بعد یک خفه میشه فلانش کردن سیرش کردن هیچ چی کرگی نیستن هیچ سانه باور نکنه نمو انشاءالله الله نه باور کرده خدا خواهد تعلیمات زورش ده خدا خواهد انشاءالله تعلیمات خوبش ده خدا خواهد نجات انشاءالله خدا خواهد دو دنیا نمیرسن همشو الحمدلله یکی دیگری که خدا خواهد یعنی فرشته‌های رحمت نمیدونم خانه در خانه که قمار بازی میکنن عزیزان من قمار بازا هوشیار شو خدا خواهد انشاءالله کسی قمار بازی هم حرام است عزیزان من کسی که قمار بازی میکند در خانهش خدا خواهد مردم ها را جمع کرده چی با کارتمی چی با اشتالینگ چی با فلان مونده که پول کی موندی پول بریدن که سعی شد قمار نشود قمار الله سبحانه و تعالی حرام کرده سوره انشاءالله خدا خواهد مائده و سفرم افتادم 90 آیش نه الله خدا خواهد من کرده ابو حیان گفته آدم میگه خدا خواهد انشاءالله در قمار و در یعنی عرق دو فساد ذکر کرده یکی فساد دنیاویش یکی فساد دینیش فساد دنیاویش چی بدست این خدا خواهد وقتی که عرق انشاءالله می نوشد انسان به عرق یعنی نوشیدنش تمام انشاءالله خدا خواهد آیلش ناتنج پلس زیان خدا خواهد انشاءالله سلامتی زیان یا نمی بعضی یا خورده در خنکا مونده سادیان بعضی در زمین ها خواب هستن یا که اذیتی خدا خواهد انشاءالله یا که آیلش دائم غربت میآید خورده مینازه حقارت میکنه انشاءالله خدا خواهد حتی خدا قرآن میگه که سوره مائده خب انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر
این که بر درستی میگه این کاری عمل شیطان ای. شیطان میگه بین شما چیکار میکنه؟ به سبب میگه خمر، به سبب میگه یعنی قمار بازی بین شما دشمنی پیدا میکنه، عداوت. چون که پول باید دادی مجبوره کفاش پوسته میگیری میزنه میکشیمش گفته یا نمی. یا که قمار خدا خواهد ماشین تا باید دادی بعد بعضی جایش دیگه است که خدا خواهد حتی این گفتن که عالمی بزرگ بعضی ها خانه هاشون باید داده سادیان، بعضی ها زن هاشون اون دست است، بعضی ها دختراش باید داده که تاریخ نه بیان شده که چیزای برادر. عاقبت قمار فقط عداوت خلاص دشمنی پیدا می شود. و دیگه باید دادی خدا خواهد $10,000 قفاش بایسته میگیری میگه اگزم میکشیمش یا چیکش میکنیم یا جنگ یا گریبانش میکبی یا حکارت میکنی خدا خواهد انشاءالله. بین زیری همش یای عداوت دشمنی خلاص. حتی میگه که خب و یصدوکم عن ذکر الله و عن الصلاة. میگه آخره فایده چی؟ آدم از ذکر از نماز باز میداره. من یک آخری ممکن فردا به خود میایی پنج وقت نماز الله فرمایش ترک میکنی یا نمی. ذکر سبحان الله گفتن در کار بود. بنده دائم که در ذکر باشد انشاءالله. دست به کار دل به یار، یعنی دست کار کن دل باید که ذکر باشد، دائم ذکر کردی باشی خدا خواهد انشاءالله. از ذکر باید که انسان خالی نباشه. وقتی عرق خوردی ذکر نمیکنی دیگه، یا که در وقتی بالای قمار کشیشتی به همه حیا پول میگرفته حیا کتی ممکن 3 ساعت و 5 ساعت بالای میزنی چند نماز ترک میکنی. من آخرت زیان شبینین برای یک نماز ترک کردن میدانی الله سبحانه و تعالی 80 سال در دوزخ میسوزد. من ترک الصلاة متعمدا بقی فی النار الحقبه 80 سنه. کسی که یک نماز دیده و دونسته کاری دنیا تا گفته یا که در بالا قمار شیشته یا که به عرخری آوی کرده، یک نماز اگر قصدن ترک کنی 80 سال در دوزخ میسوزی. یا نبرار شما چند نماز پرپسکت میکنی با تفعیل ای چیز. این چی که وقتی کشیشتی شیطان میوانند نمیشینه با های کردن میگیرد. آخر عاقبت وقتی نمازا گذشته میداد عاقبت تا به خود میایی که سودکه ها میگذرد. از چقدر ذکر از چقدر عبادتی الله سبحانه و تعالی میمونی. خانه که قمار بازا میشینند در اونجا فرشته های رحمت نمیدره. از خدا بترس. این حرام است. کسی که از این انشاءالله پول میابی و بچه ها تا میخری هوای هم حرام میکنه الخاشه. ما دکتر بچه های نمازخون داشته باشی زنی نمازخون اون نمازاش و حلقاش که حرام شد خدا قبول نمیکنن، فقط جوابش در گردن ته است. نیاد نبرار. چون که حرام حلق انسان که حرام شد الله سبحانه و تعالی چیکار میکند؟ یعنی قبول نمیکند نماز ده. حلق انسان 40 روز دوام میکند. از خدا بترس 40 روز حلق انسان دوام میکند تازه شویش. و بعضی روایات 40 میگن کو 40 روز نه یک بار حلقت حرام شد 40 روز ادامه میکنه. خدا بترس تا چیز نماز مرده اونی چی میشه؟ از دمش غنیمته و 40 روز شمون عالی ساعت غنیمته. آیا ما با وقت میرسیم نمیرسیم؟ ولی همین عزیزان من انشاءالله خدا خواهد وقتم شده از سبب هوا بیرون بسیار خنک است. عزیزان من انشاءالله نماز سر میکنیم. خدا خواهد نموریم با خدا خواهد تویان در صحبت میکنیم انشاءالله در باره مسئله ها. انشاءالله خدا خواهد دیگر دائره آن در صحبت داریم. عزیزان من بینه کن همه ما الله ترسیم خدا خواهد انشاءالله. این سحر و جادو خنک و گرم و بلا و بدتر و دیگر چیزا را نکن خدا خواهد انشاءالله. رو به خدا بیار طاعت که عبادت که خدا خواهد. که اکثر نماز خون زنات و پیش بخشی ها میرفت است پلش گم شود چیزش گم شود. ای دوزی حرام است. خدا نمیترسید میدوزی چیزی مردم زینه که خدا خواهد حیات خشروبر نام در تاریخ اشیار مونه ابدالابد. نام در تاریخ دنیا مونه مثل محمد صلی الله علیه وسلم. چنان زندگی که نامت مان ابدی خدا خواهد انشاءالله. یک بار میدوزی 10 بار میدوزی آخر میزنن یک جا میشکنن یا که میتیان قوت میکنن با همین 10 سال و 15 سال خدا خواهد حیاتت حل نه خشرو میخوری نه یک نامت یک نمبر تغمه پیشونی زدگی دوز انسانی هم از کوچه انسانی هم میبروی
تقمه پیشین زگه دوز یا نمیشانی کاری که خداوند انشاءالله بین مردم شرمنده نشه. کاری که بین قوم و جمعیت این مردم است، این جامعه است. خدا خواهد انشاءالله به هر گونه چیزا یادت میکنند، خودت ناموس کرده میگردی، آخر عاقبت خودت بدر میزی، آخر عاقبت یا که همین وطن ترک میره، دیگه علاج نیست. مجبور میشه خدا خواهد، نشه مجبور. وطن عزیز است، پدر مادر مقدس است انشاءالله خدا خواهد. اینا غنیمت هستند. این کارا را نکه خدا خواهد. موری هم گشنگی هم این کار نکه. بیا خدا خواهد ما یاردمت میکنیم. بیا خدا خواهد نان نداشتش نانت خریده میتین، چیز نداشتش چیز خریده میتین، نکی تقمه در پیشانی نگی خدا خواهد که یک عمر خجالت نگرد بر این قوم و جمعیت. یک عمر خدا خواهد یک مرکه هم برای پیشرست کنن، یک بار کاردن میزنم من نگفته استاشن میگوی میگوی دیوالی نمکشوری نمکشیدن میگیری بد یک گفی خوبم بزن اگر میگم من نگفتی دیگه گفتم داشته پیشرست کنه گویا که تو گفته است که دوز این ابدی تا آخری عمرت اگر 80 سال عمرت یک عمر تقمه ولی خیلی دروغچی هستن کو آزاد میگنش. یا آدم هم گفی راست نه دروغ میگه هیچ کس باوری نمیکنه. بعد باشد خونهاش هم بودن در بالا کامera میمونه که نتیجه بگو چیزه خیلی میترسن آدم که بالا نه کامera میمونه که کار کن نتیجه یک ایسا میزنه برد میزده و علاج نبده. این کسلی هم خیلی کسلی بد که و چی خیلی میزنه چی کام میکنه هم خیلی که باید زمرته و عدد میشه کسلی میشه نه و ویروسه و ویروس جدا کنه میشه. بعد ای خدا بترسیم خدا خواهد انشاءالله و ویروسان هم مبتلا نشیم، حیات زندگی خوب کنیم خدا خواهد. مریم گشنگی هم نکی در بین مردم با تقمه با یک این شعاری بدی زندگی نکنیم.